نیمه دوم روز 22 ماه سال 2022 تقریبا ساعت 17:30 دخترچه 3 ساله یک عائله مهاجران تاجیک در بوستانسرای یا داچه والدانش در ناحیه تایکووا در جنوب و غرب ولایت ایوانوو روسیه به زابور افتاده غرق شده است. نشریه محلی ایوانوفسکی نووستی از قبل شاهدان خبر داد که این طفل در روی حولی گلچینی میکرد که ناگهان به زابور افتاد. این کانال زابور و والدان او به خاطر آن کنده بودند که از آب در آنجا جمع شده کشت‌های پولوزی خود را آب دهند. همسایه پیش من دویده آمد، رنگ رویش کنده بود و از شدت هیجان نفسش تنگی میکرد. التماس کرد که به یاری تاجیلی زنگ زنم. گفت دخترچه خردسالش به زابور افتاده است و نفس نمیکشد. نقل کرده است به ایوانوفسکی نووستی یکی از همسایه ها. کانال زابوری که در داچه این مهاجران تاجیک کنده شده بود 2 متر چقوری داشته، پر از آب بود است. کودک را زود از آب بیرون آوردند ولی او دیگر نفس نمیکشید و همین طور به هوش نیامده فوتیده است. طبیبان یاری تاجیلی بعد رسیدن به جای حادثه تنها مرگ این کودک را رسما تصدیق کردند. والدان این طفل غورمرگ از تاجیکستان به ایوانوو کوچیده، پدرش 33 و مادر ماتم زدهش 30 سال دارند. این پدر و مادر جوان با چقدر آرزو و نقشه میخواستند زندگی خود را در روسیه به راه اندازند، ولی حتی در گوشه خیالشان هم نمی آمد که آنها در اینجا با دستان خود جگربندشان را به خاک خواهند سپرد. نوشته است ایوانوفسکی نووستی در شرح این فاجعه تلخی که به سر این عائله مهاجران تاجیک آمد.